سلام دوستای عزیز، امیدوارم در کشور کانال نسل جور صحتمند باشین. خوش آمدین در یک برنامه جدید از ما. امیدوارم از این برنامه از ما خوشتون بیاد. سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. بازم خوش آمدین در ویدیوی چالش از ما و نادیه. امیدوارم از این ویدیو از ما خوشتون بیاد. خود دوستان عزیز، ما در الفامار بودیم. میگی بلی خاطر چی میگیریم ماریم اونجا حساب نیم بعد از جور نبلدیم ما چالش میریم آیس کریم. هر کسی که برده اون کسی که باخته باید بلی کسی که برده آیس کریم بخوره. واسه که مبرک که بایی میده. آره دیگه دوستان عزیز، I'm gonna choose. ما خو همیشه اینه میگه خوش دارم اینه میگه زینب کسا اینه میگه خوش دارم بازی ایتالخه ایشوریه. ما از خاطر که از این میگرم تلخ نمیگرم، از این پیش کسا تلخ مخوردم یا کسا دیگه تلخ نمیخورم به خاطر دانه روی خام. تلخ که بخوره کسا رویشی دانه میسنه. بریم اخوصاصی جوزم بگنی که سر زیده تبلیغات برخو اینی ایر اکوا سیتیاب هری مینو اینی بگوز بانگد خانال تجربانی که بدید دوستان نفهمید اینی کس او اکوایه ازی باید که بخورین، خیلی خوبه، فایده داره. او آره دیگه دوستان تجربانیم کت بلده شد صدایم کم ده این نشان بده گم داد چون اواز خیلی مکتیکو والی کردم. اوکی دیگه بریم حساب کنیم یا چی دیگه. خبری ما کس اصلا از ویدیو خبر نبودیم. امروز کس نادیه ویدیو میگیره. ما خدیابی یک جای دیگر رفتم، باز نادیه زنگ زد که در کجایی. محتمل ما نزدیک خانه ایم. دیگه دوستان خانه اید نه یا سکنیم ویدیو بگیریم بلدیم دوست چی دوستا نه دوستان هم گفتم بیننده ولی بیننده کسی ویدیو بگیریم. یا از پس ما کسی ما تون دل فامار بازم اینجا کسی خرید مرید کدیم. یا این دیگه میبینین هشت میبینید که دست ما دیسی میخواه مال ماست. آفرین خود دوستان عزیز میگی اسم جور شده یا نه؟ اسم حضرت تلخ زینب شیریه سعی که مبرکی بایی میده کامو زینب چلنج را شروع منیم. شما بولین لایک کید، کمنت کید، سابسکرایب کید. کسایی که در یوتیوب چینل رو نو آمدن بینو اوکی دیگه 1 2 3. بردو از من یک تا یک آمد خود دیگه نه از من یک تا یک آمده پیاش خوش ندارم پیاش شیر اینقدر که از خاطر کم ده سختی خورد. در نادیه جان حق میدم به خاطر که میگیش تلخ بود از من شیرین بود. یه باز نصد بردم
مثلا دیش با تقصیر از من نیه دیگه، تقصیر از خودش تلخ انتخاب کرده. نادیا جان چی گفتنی داری؟ هیچ گفتنی ندارم، باید دل درد داره؟ نه دل درد نداره. آی خلاص برو نمخمشه. یک گریه کنم اینجی. خب دوستان عزیز ما به مال رسیدیم. اینجا بلشم خیلی خوب آشنا شده. باید بخیر دوست دارم ویدیو اینجا گفتیم نه؟ آره. اما اینجا داخل از یک اصلا میکسیو دکان آیس کریمه. دیگه جای نزدیک خانم یک دانه بودک و بسته شده. به جایش دکان دیگه باز شده. یادم میدم نزدیک مال خب دوستان عزیز ما در میکسور رسیدیم. انالیز بنده زینب بلده خو انتخاب منه آیس کریم. خط کمرمای پرداخت چه سر از ما. خب از اینی هم آیس کریم. اینی هم یک تانکی آو گفته ها بینن. همه آیس کریم موجود خورد شجان نیم. بعد از او اساسا طرف کجا مانیم؟ خانه. طرف خانه مانیم. خب دوستا زینب را یک گرفت بخی لرزم نه. آیس کریم هم در زور خورده رایه. ما یک تانکی آو خورد در زور خورده رایه. ویچ خلاص نمشارش میخورم خلاص نمشه. آیس کریم را کسه دستای ایسی کسه دیگه خورده رایه دیگه یک کنه بخی دیگه. زینب بعد اخوام یک کسه دیگه اگه خشایش خورده کم من در موریم برو کمی ناجور نشن زخبانش تا پای ازم شابه ما مثل از وقت قرشه به زیده و سو اسکریم دیده در تا یسی خورده و ناجور شده دیگه. خب ما حرکت کنیم بریم دیگه اساس طرفی برو. ما همیشه پاور بینک در دست هست از خاطر موبایل خیلی زود چارج خواهد مونه. خب دوستان عزیز ما هم در خانه رسیدیم. از مال که باشتیم نشد بردشون ویدیو بگیریم آور چون که تیس زمادیم خانه گفتیم باریش گیر نکنه ولی بازم نزدیکای خانه مال باریش گیر کدک. زینب که دروازه مال که بر شد گفت از سرد خانه در گرم خانه آمدیم بخیر. مال قدر آیس کریم خورد قدر یخ کردک چون ما تجربه را زیاد کردیم. نه زینب هر دفعه که ما رفتیم آیس کریم خوردیم میته دیگه یخ گرفته. آره دیگه دوستان عزیز ما امروز قدر گپ زد دیگه ویدیو را خسته کن ننیم. خواستم یک تشکری خاص از امیر عطا سلکی لالیخ کنم که اجازه دادک از آهنگایشی در ویدیوهای یوتیوب بلوم. خیلی خوب آهنگا میخوانه از علاقمندایش هستم. خیلی خوشم من از آهنگایشی همیشه گوش میدم آهنگایشی را. شما اگر گوش نکردین تایلی با آهنگایش گوش کید شما عاشق آهنگایش میشین. خیلی خوب آهنگ میخوانه. زینب کدام گفتنی دیگه که داری برای دوستا بگی که ویدیو خلاص کنیم. دوستای عزیز که لایک شیر سابسکرایب از یادتون نره.
در حمایت شما لازم داره شما مو رو حمایت کنید مو خوب ویدیو بلشیم جورنی اپلود منیم دیگه در حمایت شما لازم داره حمایت کنید حمایت که دست حمایت های خمره فراموش نکید دیگه تا به جای بعدم خداحافظ